قربونت میرم، بفرمایید. بله این منم سهیل و قراره تبدیل بشم به سهیلا. و این سهیلای با قد و بالای رعنا یه شوهر خوب کنارش کم داره. قراره برم کف خیابونای تهرانو ببینم کسی میشه سایه سرم یا نه. اگر شما هم خواهان همچین قد و بالای رعنایی هستین تو کامنت ها بهم بگید و بریم کارو ببینیم کی آخر سر میشه شوهر من. اینجا بشینم اجازه؟ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما خوب؟ مرسی، ممنون. شما اهل همینجا هستین؟ بله. اصلا بهتون نمیخوره؟ نمیخوره. چون مشهدی ها هم به شما میخوره چهره هاشا. ما خودم یه زمانی بچه مشهد بودم، الان بچه اصفهان شدم. اصفهانی؟ الان یکم اصفهانی هستم، ولی خب چون قبلا من مشهدی بودم، بعد اجاق که ما رو زیر پل خواجوچونی آوردن ولی بزرگ شده مشهد هستیم. شما متأهل هستین یا مجرد هستین؟ مجرد هستین؟ جدی؟ چقدر عادی. من یه وقت خدای نکرده فکر کردم متأهل هستین. من مربی بدنسازی هستم. مشخصه بدنم بدنسازم. بله من فکر کنم 4 سالگی بود منو گذاشتن کشتی، ولی خب هی خانواده میخواستم تو پیش اقوام بریم. دادم داداش هوا داشتم میخورد. ایشون نامزد میخوام بیان، یعنی نه میخوام بیان خواستگاری من. نه اونجا آفتاب بودین یا منم ششتی نشستم اینجا. آفتاب نیست اونجا که. اونجا آفتاب اومدن اینجا آفتاب. به من دست زدن. یعنی دست شما؟ به خدا یعنی دست شما زدن. قبل از اینکه محرم بشی دست زدی بهشون؟ من کار من نشستم. از اونجا اومد اینجا نشستی؟ اینجا آفتاب بود اینجا نشستم. اونجا آفتاب نیستش که. میگم شناسنامه همراه تونه میگم دست زدی بهشون میخوای ایشونو؟ من کارت ملی همراه میدادم. کارت ملیشون همراهشونه. شما هم کارت ملیت همراهته؟ خب بریم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مگه قصدتون خیر نبود؟ پشماش ریخته، اذیتشون نکنید. جدی؟ آره بریم. اگه نمیخوای ما بریم. پایین اوکی هستن ببرن ها. میبرن یه ازدواجی که موجود ازدواج فقط ازدواج میبرن، خیلی فقط میبرن، یعنی خواهانش زیادن. نیستش؟ ببرن. تو نمیخوای؟ اسمت شما چیه؟ من سهیلا هستم. قلب مرد میخوره. من استروید زیاد زدم. بدنسازی آخه میکنم. اصلا دست و اینا مشخصه. میگم کشتیگیر بودم بعد ترک کردم کشتیو. 35 سالانه یه خورده ریزه پیزه یعنی هیچ مشکلی نداره. نه هزار ماشاءالله. اخلاقمون بده. نه مثلا خسیسیم برای چیزی نخریم اونجوری عیبه. حالا میگه بشینیم اینجا صحبت کنیم برای اینجا بعد کجا صحبت کنیم؟ برای اینجا نه خواهش میکنم. این ساکتون توش چیه؟ لباس. بله چند داداش من آقا خواستگارم. خواستگارم؟ بله. ایشونو میگفتی دوست داشتی؟ نه الان اومده. داداش امر قصدشون خیره. قصدشون خیره؟ بله. قصدت خیره همون؟ خوب الان گفتید که قصدتون جد. برای ازدواج سراغ داری کسی برامون نداری؟ من چرا باید سراغ داشته باشم؟ چی باید سراغ داشته باشی؟ با خواهر من چیکار داری؟ من اینطوری خواستم شما منظور بد بود. من منظور بد میگیرم؟ منظور چه بدیم؟ شما میگه اومدی خواستگاریش. الان اومدیم با هم آشنا بشیم. چرا؟ نگاش کن چقدر قشنگه، چشای قشنگی داره. نگاه کن، زل بزن تو چشاش. بریم پاشو بریم عقد کنیم. پاشو. چی بگم چیه؟ آقا شما منو اومدید جریحه دار کردید. من کارت پایان خدمت همراه. کارت پایان خدمتش همراهشه. بریم. آماده ای دیگه؟ بسم الله بریم. بریم ازدواج. نه ازدواج، فقط ازدواج.
فقط ازدواج. اگه نمیخواید بگیرید مزاحم ما نشید. بریم جای دیگه. شما منو اینطوری دارید دوتایی میگید شما اومدی سراغ من که نیومدم سراغ شما. کجا سراغه؟ اونجا بشین دوباره بشین. نمیتونم داداش، من کمرم درد گرفته. من امروز اسکات سنگین زدم. اسکات زده. یه پا بگیر ببینه. یه پا نگاه کن پا رو. نگاه نمیکنه، حجب و حیا داره. باریکن. داداش بریم، من ناراحت شدم. ناراحت شد. الان من اینو چیکار کنم؟ چجوری شوهرش بدم؟ نه؟ بله. حسن در خدمتتون. یه رفیق بشیم والا با شما با من؟ اینجوری بر خیابون؟ چی؟ بر خیابون اینجوری؟ کجا دوست داری رفیق شی؟ نمیدونم، خیر میشه مگه اینجوری رفیق شد؟ حالا اول یه سلام میده، یه رفاقت میکنه، بعد میشه دیگه نه؟ یو غصه من بلندری. من آمریکا مسابقات WBFF شرکت کردم، مقام اول آوردم. تو منو میزنی؟ من خواهش عزیزی شما حسین. نه اول کجایی؟ سمت بندر تبرسی هستم. شما هم بچه این سمت هستین؟ نه من واقعیت بچه اینجا نیستم، من بچه منتظرم بیان ازم بیمه رو بگیرم برم. کی؟ بچه ها دیگه. بچه ها کیه؟ سارا اینا چی وایساری؟ صحبت داشتن میکردن. صحبت چی؟ صحبت داد. ولی چیزی نیست میگه یا وایساری؟ صحبت چی میگم؟ همین دوستش داری؟ دوستش داری چیه داداش؟ آره؟ نمیتونم من. چیه؟ اصلا که آقا کیه؟ بایستاده بودن داشتن صحبت چی میکردن. میگفتی؟ هیچ چیزا داشت. باز مال پدرم رو گرفتی و بردی بیرون چه رفتی دنبال داره؟ اینو چه رفتی داره؟ بابا من منتظرم بیاد بیمه رو بابا کاری نمی کردیم قصدشون خیر بود. قصدش خیر بود. قصد خیر چی باشه؟ میخواستن دوست شن. آقا گفتیم وایسادیم گفتیم یه صحبتی کنیم چه دوستی داره این آقا با شما؟ من نمیدونم. زشه صحبت نکن. خواهرم میگه میخواستی باش بچی. بابا خواهر چی داداش؟ میگم وایسادیم یه دقیقه همینجور وایسادیم همین یه سلام کنه همین بعدی نگفتم من بیادبی کردم به شما؟ نه تموم شد اصلا ما قصد این آقا کجاش میخوره؟ همه جاش. کجاش مثلا؟ سرسینه به بالا. بابا زشه آقا من اصلا یه دقیقه وایسادم عزیز من من خیلی جدی ام الان. میگه من اصلا قصد چیزی نداشتم که داری اینجوری امر خیر میخواستم بیام خواستگاری. اوکیه؟ نه بابا داداش اسم شما چیه؟ من خواستگاریم وایسادم پس چرا وایسادید گفتین دوست شیم که شما؟ وایسادم من گفتیم یه دقیقه صحبت الان اگه این خوبه من باش صحبت کنم. هر جا شما سلام. بابا فدا جان مرسی بابا اصلا بچه‌م بابا چرت نمیخوره به من به داشت سرپرستی میگیرمشون. بابا من به سرپرستی میگیرمشون. الان خواهر من اوکی اگه جدی میگم اوکی میخوایم بشین من بچینم بقیه شد. بقیه کارو انجام بدم. داوش دمت گرم بابا یه دقیقه وایسادم چرا گریه میکنی الان؟ به خاطر اینکه جلوی این آقا منو خورد کرد. نه آقا ببخشید ما اشتباه کردیم من اصلا میشینم ترک ایشون میرم. یهو دیدی اینجوری غیبم سن. آقا زشه آقا یه حرف نزن اصلا برمیگردون تا برس. اینجا دیگه من نمیام. آقا معذرت ببخشید چیکار کنم از سلام. خوبی؟ درستی؟ من نه. بدنساز هستم. استروئید زیاد مصرف کردم. دوست من گفت استروئید زیاد مصرف کردم، بدنسازم. استروئید چی؟ استروئید زدم. بدنساز هستم. نشون.
سهیلا هستم. خوشبخت همین دور برای ایزه. بله بله. منتظر دوستم هستم. دوستتون هم مثل خودتون بدن سازه؟ ایشون نه. تلفنتو بده. قربونتون برم. من 0990 خب 90 90 خب 2 تا 90 چند؟ 2 تا 90 ببین 0990 2 تا 90 313. چجوری ببینم؟ کجا ببینم؟ من کوچیک شما کجا هستین؟ کجا؟ میگه در مورد شهرکی موضوع نمیشه. یه لحظه فکر کنم آنتنم پریده مجدد. آره این گوشی چرا روشن کن بدن تو ببینم. من کوچیک شما باری کلا عمل کردی یا نه طبیعی هست. واقعا؟ بله من واقعا شاخ بودم رفت لاغر کردم. چقدر مهربونی. خب ببین چراغت هم خاموشه. چشم. من هیزیمو کردم. میتونم میدم خودشم. خواهش میکنم نه تو رو خدا. میخوام بشینید تو ماشین. اگه میخوام بشینید تو ماشین یه دقیقه فداتون شم. بفرست آرمینا. بفرست. شیشه چی بده بالا. سریع بگو بیاد. چراغم خاموشه. چراغ من از اینجا باید خاموشش کنم. ماشین خودی. دادا جا هیچ چی کاری بگیرشون نه بگیرشون نه زنگ بزنید به من بزنید فویا جو اومد تو ماشین وای خدای من نه چیزی آی 8 نزنم آجی. مرسی ممنونم. من دبی بدنسازی مربی بدنسازم. قربونت برم. بفرمایید. بله بله خیلی لطف کرد. مرسی. دست شما در نکنه. ممنونم. خدا نگهدار. اون شونل شماره رو میسوزونه. دیدی گفت جان. آره بگی دوره میاد. اومد جونه فرار میکرد. من متولد 45م. میرم امسال تو 60 سالگی. رفتم آمریکا عمل کردم برگشتم. عمل چی؟ عمل دیسک 5 انجام دادم. کمره. بله. بچه داری؟ بچه داشتم طلاق دادم. تحلق؟ طلاق گرفتم بچه رو دادم رفت. خیلی ناراحت نمیشی برای بچه ها؟ دیگه بالاخره روزگار دیگه اونا موندن سمت بورکینافاسو. شوهرم اونجا موند دیگه. حضانتشون رو دادگاه اسلامی. دختر نی پسر؟ یکیشون چیز دو جنس هست، یکیش دختره. یکیش یعنی بالا پسر پایین دختره. و حالا قرار تطبیق شخصیتی انجام بشه. دیگه من به ارث بردم. حالا حتما اونم زن گرفته. آره دیگه اصلا من ازشون خبر ندارم. حالا هی بری جلو نگرانش میشه. خیلی الان یه ذره یه روب دیگه احتمالا خیلی نگرانشون بشم. اینی که رد شد ساقی پارک بود. این بعدا یه تصویر ویژه ازشون میذاره تو ویدیو. ماشین نداری؟ نه حاج خانم من اسنپ میاد دنبالم شبا. سر کارم میری؟ بله. من بدنساز هستم. مثلا دست و پرم برای همین خیلی مردونه هست. خیلی به خودم آمپول زدم. مثلا که در شوهر طلاق گرفت دیگه به خاطر این بود، چون آخر سریه دیگه من شده بودم مثل شوهر برام. من بهش امر و نهی میکردم ناراحت میشد. پس من عمدی باشه من در خدمتم. من دارم رفع زحمت میکنم. با اجازهتون. خدا نگهدارتون باشه. فداتون بشم من. خوبی؟ من شما تو یوتیوب دیدم. خسته نباشی. بله. یه عکس بگیری؟ بله. بفرمایید. خوبی شما؟ یه عکس بگیری؟ بفرمایید. ماسو. بفرمایید.
این رنج رو ببر رو تو اون یکی ویدیو رو دیده بودم عشق منی. با بنزسه آره فدات شم، دوستت دارم. مراقب خیلی خودت باش، خوشبخت. عشق منی، مراقبت کن. خداحافظ. Don't